امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقاتش با کارمندان مقامات سعودی از فعالیت و سطح دانش پست سعودیه ها اظهار نگرانی کرد. امروز 21 نوامبر در ملاقات با کارمندان مقامات سعودی امامعلی رحمان گفت تنها در 9 ماه سال روان به سود عالی 190 شکایت 44 عرض و شکایت به دستگاه اجرایی پرزیدنت دایر به عملهای سعودیه ها از جمله 58 شکایت در خصوصی به کشالکاری راه دادن هنگام بررسی پرونده ها و 7 شکایت آید به اجرا نگردیدن سندهای سعودی و 125 شکایت دایر به بیعملی سعودیه ها وارد گردیده است. هنگام سنجش قسمی از این شکایت ها تصدیق شدند. چنین شکایت ها نسبت به سعودیه های سعودی اقتصادی نیز موجود بودند. رئیس جمهور تاکید نمود که رئیسان سعودی عالی و سعودی عالی اقتصادی باید برای بلند برداشتن کسبیت سعودیه ها چاره های جدی اندیشیده هنگام انتخاب و جابجاگذاری کادرها شخصیت آنها را همه طرفه آموخته در برابر دانش و تجربه اینچنین آداب و اخلاق مسئولیت شناسی و جهانبینی آنها را نیز به اعتبار گیرند. حالتهای دیده می شود که بعضی سعودیه ها به قدر وظیفه پرمسئول سعودیگی نمی رسند. در اجرای وظیفه های خدمتیشان به اعتنایی ظاهر می نمایند و با این عملشان حقوق و منفیت های قانونی شهروندان را خللدار می سازند. آموزش عرض و شکایت ها و مراجعت شهروندان نشان می دهد که تا حال در بعض سودها نادرست تطبیق نمودن قانون، نبودن تجربه یگانه هنگام تعیین جزا، با اجرا پیشنهاد نمودن قرارها و تأمین نبودن نظارت اجرای آنها دیده می شود. در همین حال از بالای رئیس سعودی عالی اقتصادی مولود قلندرزاده که در ملاقات امروزه با رئیس جمهور در صف اول می نشست 9 نفر سعودی عالی اقتصادی با یک شکایت دست جمعانه به رئیس جمهور امامعلی رحمان مراجعت کرده اند. متن پره این مراجعت در سامانه اخبار نشر شده است. هرچند باوری کس نمی آید که در این شب روز چند نفر یک جایه شده از بالای کسی شکایت کنند که آن را رئیس جمهور تعیین کرده است. تخمین زده می شود دایره معین برای این نماینده رئیس جمهور چاه کافته ایستادند و این خانم چی کاریش به جنابش نفاریده است. به هر حال در این شکایت گفته می شود خانم قلندرزاده همگی در 3 سال راهبریش توانست در دوشنبه چند خانه و ماشین خریده به نام خویش تبارش ثبت کند. سعودیه های شکایت کننده ادعا دارند که رئیس سعودی عالی اقتصادی از آنها برای هر پرونده حق طلب کرده با این سعودیه ها را خودش به جنایت های کروپسیونی مجبور می کند. همین طور به نوشته سعودیه ها شوهر سیومی مولود قلندرزاده، نمیدونم اینش را چگونه فهمیم، شوهر سیوم به یک میانه روی اساسی بین کارافتادگان و سعودیه های سعودی اقتصادی تبدیل یافته از سعودیه ها طلب میکند که دلخواه پرونده را به منفعت او و نفرانی که او میخواهد حل کنند. در این نامه به رئیس جمهور همچنین گفته می شود که شوهر و پسر کلانی رئیس سعودی عالی اقتصادی داغ سعودی دارند که این آبروی این نهاد دادگاهی را نیز داغدار می کند. سعودیه ها از رئیس جمهور خواستند تا به مقام رئیس سعودی عالی اقتصادی یگان نفر آبرومند و دست و دل نیتش پاک را انتخاب و تعیین کند. باید گفت از خانم قلندروا نه تنها زیر دستانش بلکه مردم هم خیلی شکایت داشتند، اما از چی باشد
که به گفته خودش پشه او را کسی پشت گفتن نمیتواند. چند پیش شکایت شمس ظریفوف ساکن ناحیه واسع نسبت رئیس سود عالی اقتصادی مولود قلندرزاده در نشریه فرج نشر شده بود. شمس ظریفوف گفته بود که چندین بار از راه دراز به دوشنبه به قبول رئیس سود عالی اقتصادی تاجیکستان مولود قلندرزاده آمده است، اما 6 مراتب ناامید گشته رفته است. این ساکن ناحیه واسع چند شکایت ها داشت. از جمله گفته بود که هرچند حجت های منزلی پیشتر در دستش است، اما اشخاص زور به پرسش خانه اش را فروخته اند. به ضمن این برای زمین های خواجگیش 24,000 دلار به گردنش بار کرده اند. میگوید این مقدار مبلغ را از بانک نگرفته است. همین گونه شکایت ها از دیگر سودها نیز خیلی زیادند، اما کسی چاره ندیده است. میدونید برای چی؟ برای آنکه هرچند مقامات سودی یک شاخه مستقلی حاکمیت است، در اصل دستنگر و زبان کوتاه حکومت می باشد. به این شاخه حاکمیت منصب را رهبریت حاکمیت اجرایی می دهد. سود نه انتخاب بلکه تعیین می شود. بنابر می داند که رضایت مردم هیچ اهمیت ندارد، بلکه باید همیشه بالا را یعنی منصب ده را راضی کرد. این است که دعواهای رئیس جمهور را می توان گفت بجز نظرفریبی چیزی دیگری نیست. اگر رئیس جمهور می خواست که این شاخه مستقلی حاکمیت در پیشگاه مردم اعتبار داشته باشند و مستقلیتشان تامین باشد، پیش از همه مستقلیت کنستیتوسیونی آنها را تامین می کرد. مقامات سودی با آنکه دستنگر است، همیشه دعوای جانبی ایبدار کننده دولتی را می گیرد و اکثریت به تهمت رتبه خواهان گرفتار شده متهمان پشت پنجره زندان می شوند. خود قضاوت کنید که در 10 سال اخیر 25 نفر سودی دادگاه های تاجیکستان از جمله یک سودی زن را به زندان محکوم کرده اند. حالان که در یک کشور فساد زده مثل تاجیکستان که بدون پاره و فساد یگان کار حل نمی شود، صدها کارمندان سود می بایست پشت پنجره زندان می شدند.